خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. یک قصه آورده است. میگه پیشی دلا که بیشد قزوینیه که کبودم زن بیکن شیرینیه. ولی همین نکل خزنک موده شدگیه که بسیاری مردم در پوها و دست و بدنشو نکل میزنن. پوست نازنینی را که خدای تعالی داده است همخه آلوده و جزیروات میکنن، عقل فراست ندارن که از چیزی که خدا آفریده است بهتر و خوبتر را تصور کرده نمیشود. همون زمانهای پیش هم بدین همین جوهیلایی که در بدنشو طریق نکلکه میزدیان. اگه این تکنیکای پیشرفته نبود زمانهای پیش همین سوزن قطیشکوف میکردیان، در جای همون سوزن رنگ میریختیان. یک قزوینی میگه ناز یک دلاک رفت. دلاک اصلا یک مفهومی وسیع است. این دلاک سرتراش هم میشود، دلاک حجامکن هم میشود، همون نکلکزن هم دلاک میگفتیان. میگه یک صورت بزنم، همین مقصد نکلکم بزنم. گفت چی صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر جیان. گفت کدام صورت هم میخواهی در بدن نکلکه خطی بزنم؟ گفت یا شیر بکش که همی کسی ببینه طبقه کف شود. گفت در چی موضعی صورت زنم؟ گفت در شانگه هم کن آن رکم. در کجا بزنم؟ گفت هم نکلکه را. گفت در تختای پشتم دم زن. چون که آن سوزن فرو کردن گرفت، دردی آن در شانگه مسکن گرفت، پهلوان در ناله آمد. همین سوزن لغت کرده و تا خونه شو نمیشید است. خون باید بروید. بعد رنگ پر میکردن که او رنگ دیگه نرود. همین سوزن شپیدم گرفت. میگه دیگه طاقت نکرد، نالیشش بلند شد. پهلوان در ناله آمد که سنی مرمر و کشتی چی صورت میزنی؟ بچه گفت کشتیم چی کردستی؟ گفت آخر شعر فرمودی مرا. گفت از چی عزم کردی ابتدا؟ او گفت خانواد خدا نگفتی که صورت شعر را بکش. اگه جای شعر گفت سر کردی؟ گفت از دمگاه آغازیده ام. ایدمش گفت سر کردم. گفت از دمگاه آغازیده ام. گفت دم بگذار ایده دیده ام. گفت گوم که شعر بیدم همه شود دم کن دمش در کار نیست. جانب دیگر بکرد آن مرد زخم، به محابا به مواسای و رحم. ایا طرف دیگه با شپیدم گرفت. میگه خیلی مرد که رحم دارن و باید کارشا بود کنم. بانگ زد او کینچه اندام است از او. گفت این گوش است مردی نکو. با میگه داد و فیقانش برمد. ای مرد که جاشا کرده استی؟ او گوشاشا. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوتاه کن گلیم. گم که گوشش در کار نیست، شیر به گوشا میشود. دم کن گوشا نکش. جانب دیگر خلیش آغاز کرد. باز قزوینی فیقان را ساز کرد که این سوم جانب چه اندام است نیست؟ گفت این است اشکم شیر عزیز. با یه جای دیگه میگه همین شپیده است. گفت بچه گجوشا کرده استی؟ گفت شکمشا نکنم شکمشا کرده استم. گفت تا اشکم نباشد شیر را درد افزون گشت کم کن زخم ها. بچه گفت کشتیم دفش که شکمشم در کار نیست شکمشم نکن. این بیچاره که سوزن داده دست شیر کن. خیره شد دلاک و پس حیران بیمان. مدت انگوش در دندان بیمان. بر زمین زد سوزن از قهر و استاد. گفت در عالم کسی رو این فتاد. دیگه زله شد و سوزن اگری در زمین شدید تو دانه. خدا گفت شعری بگوش سر اشکم کی دید؟ این چنین شعر خدا خود نافرید و خواند بسوزن. گفت شعر به سر و به اشکم و به گوش میشید است. و خدای تعالی در طبیعت خیلی شعر خلق کردگی نیست. چون نداری طاقت سوزن زدن از چنین شعر جیان پس دم مزن. اوقی کونی هنر نداری چی جان میکنی؟ طاقت نداری غیرت نداری. خیلی نمیگویم موسیقی کده پشتم ثبت کن یک گندشکه کد صورت اکشا بزن. ترا چی رو دعوای شعری کردن چی؟ سبحان الله. و حضرت نصیحت میکنه ای برادر صبر کن بر زخمی نیش تا رهی از نیشی نفسی گبری خیش. انمتری اگر صبر تحمل نداشته باشی ای چنگول این نفسی گبر خلاص نمیشه. اوخه اگر تحمل نباشه غیرت نباشه کی میتونه که در این گرمی ها به آب و به خراک رستو بگره به خاطر الله روزه بگیره؟
هر کی این سگ رو زبون خیش کرد گرد کفشش رو نیابد هیچ مرد. هر کسی همین نفسی پرید اگر زبون خودش کرد انشالله او با درجه و منزلتی میرسه که دیگه با گرد کفشش نمیرسد. همین استقامت باشه انشالله عالم گلستان میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. خدای بزرگ گفت که ای بنده های من دعوای مسلمانی میکنه در اسلام با پرگی وارد چه؟ اسلام این نیست که خیلی من همین نمازش قبول دارم و روزش قبول ندارم زورم نمیرسه. اسلام این نیست که خیلی همه کارش هم میکنم نه که خیلی کمی غیبت بی غیبت نمیتونم بی دروغ نمیتونم. در اسلام میگه با پرگی وارد چه؟ مسلمان کسی را میگن که پایبند مقید شریعت قرار پیروی شیطان نکنه که شیطان دشمن آشکار شما است. خدا را شکر الحمدلله اکثری مردم این سرزمین مسلمان که هستن اهل روزه هستن. همین میبینی حوست میکنه الحمدلله. همین قریب نماز شام میشه مردم ها میبینی اما انتظار که کی وقتی غروب میشود روزمون بکشویم. للصائم فرحتان یفرحهما. روزدار دو خرسندی داره که باعث خوشنودی و خرسندیش است. یکی در دنیا و یکی در قیامت. اذا افطر فرح بفطره. اولش همین وقتی که افطار میکنی یه بچه همین نمیدونم همین سمبوسا خیلی بلزت بود یا ما کش نبودیم هم تا بلزت خوردیم باش خدا و راستی خیلیش من تری سمبوسا بلزت خوردگی نبودم. یا ببینه خرسندی یکمی نمیای که همین وقتی که طعام میخوری دیگه همین جان میگیری غذا میگیری چشمات روشن میشود روح بولیده میشود همین دقل کردن دیم نصرینی خوب میشود و خوشنودی دیم فردا روز قیامت است. و اذا لقی ربه فرح بصومه. فردا روز قیامت وقتی که از جمال پروردگار برخوردار شید از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار شید. حضرت صلی الله علیه و سلم روزدارای ماه شریف رمضان با دستای مبارک از حوض کوثر سیراب می‌کنند. بعد میگوید که خدا را شکر که ما از منده های مستقیم خدا بودیم روزه ماه شریف رمضان را داشتیم فرمان پروردگار را اجرا کردیم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بالای دیده و سر گذاشته بودیم. خداوند بزرگ عمل خیری برادرمون امام علی جان بدنگوی بیلیازش قبول کنم در نامه اعمالش ثبت بدارم در منزلش در این محله در این دیار در منزل مهمانانش پروردگار بزرگ فیض و برکات خیرات و حسنات پیشون موزه